سوال شماره 1. اگر دو بازه A و B را داشته باشیم اجتماع و اشتراک دو بازه را به دست آورید. برای این کار دو بازه رو روی محور مشخص می‌کنیم. بازه A از دوی باز تا 7 بسته هستش. از سمتی که بسته است با دایره پر نشون میدیم و بازه B هم از -1 باز تا 5 باز هستش. بعد از اینکه دوتا بازه رو نشون دادیم، منظور از اجتماع دو بازه ابتدای بازه ها تا انتهای بازه ها هستش، یعنی این قسمت، و مشخصه که از -1 تا 7 هستش و از سمت -1 باز و از سر 7 بسته هستش و اشتراک دو بازه هم جاییه که دو خط رو هم میافتند، یعنی جایی که مشترک هستند. به این صورت مشخص میکنیم که مشخص از دوی باز تا 5 باز هستش. دو سر این بازه یعنی 2 و 5 چون دایره خالی داره یعنی مشترک نیست بین دوتا بازه، بنابراین با پرانتز نشون داده میشه. اگه بخوایم سوال قبلی رو که حل کردیم به صورت ذهنی محاسبه و حل کنیم، میتونیم به این روش این کار رو انجام بدیم. با توجه به اینکه میدونید در هر بازه ابتدای بازه عددی کوچکتر از انتهای بازه هستش، بنابراین برای محاسبه اجتماع دو تا بازه ای که با همدیگه اشتراک دارند از این روش میتونیم استفاده کنیم که بیایم ابتدای دوتا بازه رو در نظر بگیریم و از بین دوتا عدد ابتدای بازه ها عدد کوچکتر رو انتخاب میکنیم که اینجا -1 هستش و به همین ترتیب از بین انتهای دو بازه عدد بزرگتر انتخاب میشه که اینجا 7 هستش و برای محاسبه اشتراک دوتا بازه میتونیم برعکس عمل کنیم، به این صورت که از بین ابتدای بازه ها عدد بزرگتر رو انتخاب میکنیم یعنی 2 رو، و از بین انتهای بازه ها عدد کوچکتر یعنی 5 رو اینجا انتخاب میکنیم و به این ترتیب تونستیم محاسبه رو انجام بدیم و اجتماع و اشتراک دوتا بازه رو به صورت ذهنی به دست بیاریم. دقت کنید که این روش مناسب امتحانات نهایی نیست و مخصوص سوالات تستیه و در امتحان نهایی حتما باید محور رو رسم کنید و به صورت تشریحی جواب بدید. برای تکمیل این مبحث بیایم و در سوال قبلی که حل کردیم تفاضل دوتا بازه رو هم به دست بیاریم. برای این کار دوباره مثل سوال قبلی میایم و بازه ها رو روی محور نشون میدیم. از -1 باز تا 5 باز رو بازه B در نظر میگیریم و 2 باز تا 7 بسته رو بازه A در نظر میگیریم. به این صورت 2 باز تا 7 بسته میشه بازه A رسمش میکنیم و از سر بسته دایره رو پر میکنیم و همچنین B رو از -1 باز تا 5 باز در نظر میگیریم. به این صورت این هم بازه B. حالا تفاضل A های B بچه به این معنیه که اون قسمت هایی که توی A هستند ولی توی B نیستند و با توجه به شکل مشخصه که A های B میشه این بخش از شکلی که رسم کردیم که عضو A هستند ولی عضو B نیستند. بنابراین A های B رو از 5 بسته تا 7 بسته در نظر میگیریم و دقت کنید که در سمت 5 با توجه به اینکه 5 عضو B نیست ولی عضو A هست حتما باید بسته در نظر گرفته بشه و همچنین B منهای A رو ببینید، اون قسمت هایی که در B هستن در A نیستن، اعدادی که در B هستن در A نیستن، میشه این بخش از شکلی که رسم کردیم.
و مشخصه از -1 تا 2 هستش که از سر -1 باز و از سر 2 با توجه به اینکه خود 2 در B هست ولی در A نیست، بنابراین باید 2 رو بسته در نظر بگیریم و به این ترتیب این سوال هم حل شد.